شروع از سنه 26 تا 29 نوامبر حرارت هوا پست خواهد شد. مرکز آب و هوا سنجی ولایت سوخت و اگنتی آب و هوا شناسی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد می‌نماید که از سنه 26 تا 29 نوامبر سال 2020 در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده در نظر است. احتمالیت بارشات نسبتاً سستی مرحله‌ای از 0 تا 0.5 میلیمتر در نظر بوده. تنها روز 28 نوامبر در ناحیه‌های علاهیده بارشات باران و برف به عمل می‌آید. شمال با سرعت 3-8 متر در یک ثانیه می‌وزد. سنه 26 نوامبر در بعضی ناحیه‌ها 13-18 متر می‌وزد. در این باره سردار مرکزی آب و هوا سنجی ولایت سوخت طریق زنگ تلفنی اطلاع داد. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه از 1 تا 6 سردی را نشان داده شده است. روزهای 27-28 نوامبر حرارت هوا بلند شده در وادی‌ها باشد از 1 سردی تا 4 گرمی را نشان داده شده است. روزانه باشد از 2-7 گرم می شود. تنها روز 27 نوامبر حرارت هوا بلند شده تا روزانه در وادی‌ها 7-12 گرمی در ناحیه‌های کوهی باشد. روزانه 7-12 و 27-28 نوامبر حرارت هوا بلند شده در ناحیه‌های کوهی شبانه از 1 تا 6 سردی، روزانه از 3 سردی تا 2 گرمی را پیشگویی می شود. همچون در رابطه با کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گраждани در ولایت سوخت پیشنهاد می شود که از حساب سردی هوا و بارشات برف و باران احتمالیت یخبندی در راه‌ها وجود دارد. حتی در بعضی شتاهای خفناک غرمی برف و حتی لغزش احتمالی ترمه نیز از احتمال دور نیست. در همین ارتباط ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گраждани در ولایت سوخت بار دیگر به ساکنان و مهمانان ولایت مراجعت نموده احترامانه خواهش می‌نماید که در روزهای پیشگویی شونده احتیاطکار باشند و به توصیه‌های ریاست و مقامات‌های دخلدار اهمیت جدی ظاهر نمایند. در راه‌های کوهی خصوصا در راه ماشینگردی دوشنبه خوجند چناق پیش از سفر برآمدن از خدمات‌های دخلدار از مقامات‌های دخلدار از حالت راه‌ها معلومات کافی بگیرند. پیش از سفر برآمدن ماشین‌های خود را از نظر گذرانند. چرخ‌های تابستانه را به چرخ‌های زمستانه عوض نمایند. با ماشین‌های بارکش توصیه داده می‌شود که با خود زنجیرهای ضد لغزش داشته باشند و هنگام حرکت در راه‌های کوهی سرعت و فاصله مقرر گردیده حرکت در بین ماشین‌ها را قطعاً رعایت نمایند. با نظر داشت پس‌شوی حرارت هوا، بارشات و پیشگیری از سرایت و هر گونه بیماری‌های سرایتی توصیه داده می‌شود که سر و لباس را وابسته به موسم پوشند. شهروندان در حالتهای ضروری و یا دچار شدن به حالتهای فوق‌العاده به واسطه کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گраждани در ولایت سوخت مراجعت نمایند. با مقصد سرایت نشدن به بیماری سرایتی نوع کرونا حتما نقاب داشته باشند و قاعده‌های بهداشتی را رعایت نمایند. مهمتر از همه کودکان نابالغ خود را به نظارت نگذارند. اینچنین ریاست توصیه می‌دهد که برای پیشگیری حالت‌های ساختار رعایت قطعی بی‌خطری ساختار را رعایت نمایند. اگر شما به این یا آن حالت‌های فوق‌العاده دچار شدید حتما طریق تلفن‌های 84422 5555 93 880 28 57 زنگ زده در تماس باشید. در ریاست نگهداری شبانه روزی فعالیت می‌برد. دسته نجاتی زودآمد برای سریع وقت رسیدن به کمک و امداد ضرردیدگان در حالت بلند آماده باشید قرار دارند. عین زمان راه‌های دوشنبه خوجند چناق گشاده بوده حرکتی نقلیات تامین می‌باشد. یعنی وضعیت در این راه‌ها در حالتی خوب قرار داشته هنگامی به راه برآمدن از روی توصیه‌های کمیته حالت‌های فوق‌العاده باید عمل کرد. گزارش گنجینه عالم و اعظمجان رحیمov برای برنامه اطلاعاتی خبر.